با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بخشیده به 31مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت کشور باری اول میان دسته‌های کوچه و محل‌ها مسابقه فوتبال برای دریافت جام شهر دوشنبه برگزار گردید. این مسابقه از 17 آگوست تا 6 سپتامبر ادامه نموده بهترین دسته‌ها با جام، مدال و افتخارنامه و مکافات‌های پولی رئیس شهر دوشنبه قدردانی شدند. باری اول در تاریخ ورزش کشور با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 17 آگوست تا 6 سپتامبر مسابقه کشاد ورزشی از نمود فوتبال خرد بین نورسان 12-13 ساله برای دریافت جام شهر دوشنبه برگزار گردید. بعد از بازی نهایی که دستپروران میدانچه کوچه‌های قهار و ناحیه فردوسی و احمد دانش ناحیه شامنصور بین هم بازی نمودند، مراسم جنببستی مسابقه دایر شد. در مراسم پوشیده شوی قهرمان بازی‌های المپی دلشاد نظرов، رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسئولین ورزش کشور، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، رهبر ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی، اینچنین مربیان و دسته‌های اشتراکچی حضور داشتند. هدف از برگزاری این مسابقه را در استفاده ثمرناک میدانچه‌های معاصر ورزشی، جلب هرچه بیشتر نسل نورس به ورزش رقم یک جهان و باز هم مستحکم نمودن رابطه دوستی کودکان نورسان کوچه و محله ها معنی داد نمودند. همزمان اطلاع داده شد که در عرفه تجلیل از سالگرد استقلالیت دولتی با دستگیری رئیس شهر برای نسل نورس نیز یک چاره‌بینی خاطرمانی ورزشی راه اندازی کرده شد. توجه و غمخوری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری های بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروز در پایتخت عزیزمون ساحه ورزش چی از جهت تعمیر و تجدید، چی از جهت ساختمان انشاءات های ورزشی از قبیل مجمع، میدانچه های ورزشی و تالارهای ورزشی و چی از جهت اشتراک دستپروران مکتب های مخصوصی ورزشی ذخیره های المپی در مسابقه های جهانی و بین المللی دوچند زیاد گردیده ایستاده است. اگر ما تحلیل کرده برایم از سال 2010 تا سال 2016 در شهر دوشنبه 56 عدد میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه از حساب بودجه شهر دوشنبه ساخته باشند. از سال 2017 تا امروز بینین 279 عدد میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه ساخته به استفاده داده شدند که کودکان و نورسان در آنها مشق و تمرین نموده دسته‌ها تشکیل کرده در مسابقه‌های ناحیوی، ولایتی، شهری و جمهوریوی شرکت ورزیده ایستادند. یادآور می‌شویم که ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه تلاش نمود تا تمام دسته‌های کوچه و محله‌ها در مسابقه مذکور اشتراک نموده هوسمندی نسل نورس به فوتبال باز هم بیشتر گردد. همین بود که در ابتدا 60 دسته از اشتراک خود درک دادند و این دسته‌ها تنها در میدانچه‌های کوچه و محله‌های خویش تمرین می‌نمایند. این گواهی آن است که بنیاد انشاءات‌های ورزشی برای جلب ساکنان به ورزش مساعدت نموده از میان آنها در آینده می‌تواند فوتبالبازان سطح کسبی به کمال رسند. مقصد از برگزاری مسابقه مذکور این پیش از همه توجه و غمخوری های پیشوای ملت به رشد و نموی تربیت جسمانی و ورزش، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم بین کودکان و نورسان، جلب بیشتری ساکنان پایتخت و جمهوری به مشق‌های منتظم تربیت جسمانی و دوستی و رفاقتی بین نورسان شهرک و محله ها و اینچنین دریافت بهترین چهره ها با سفربر نمودن آنها با کلوب و مکتب های ورزشی و دسته های یکچین شهر دوشنبه می باشد. طور اطلاع داده شد با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی این مسابقه عنعنوی گردیده همساله در عرفه تجلیل از جشن استقلالیت دولتی گذرانیده می شود. نخست با یک چند تن از استعدادهای نو که در حیات تیم‌های خود بازی خوب کردند با مکافات‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. دسته کوچه شیرعلی‌زاده ناحیه سینا با گرفتن مقام سوم دست یافت.
мақоми дуюмро бошад, дастпарварони майдончаи кӯчаи Қаҳоров ишғол намуд. ғолиби аввалин мусобиқаи футболи хурд байни кӯдакони кӯчаву маҳаллаҳои пойтахт барои дарёфти ҷоми шаҳри Душанбе дастаи Аҳмади Дониши ноҳияи Шоҳмансур гардид. ба дастаҳои ғолиб медалу ифтихорнома ва мукофоти пулӣ низ тақдим карда шуд. Ёдовар мешавем, ки аз номи раиси шаҳри Душанбе ба се дастае, ки зинаҳои ифтихориро ишғол намуданд, ҳамчун ҳавасмандӣ дар ҳаҷми аз 3 то 5 ҳазор сомонӣ мукофоти пулӣ тақдим шуд. ҳамзамон ҳамчун тӯҳфаи идона 60 дастаи футбол, ки дар ин мусобиқа иштирок намуд, бо либосҳои варзишӣ таъмин карда шуданд. фестивал беҳтаринҳо муайян хоҳад шуд.